بله نانه جان برفتون دم سلامی همسایه تو بلکی رو بردار مادر یه امرو بر نداشت گفت که ندارم دیشتم گفت باله قبض برق میدم دیگه پولی ندارم که بدم که شما مادر خور به دکتر ببرید امروز شرایط از این گپانی مادر 104 دفعه از این روزا برفتم به پیش رمضان برار خوب او تا جایی که رفیقای باشه و بخنده باشه او رو مرور میداره من به پیش همون رفیقا خوب یاب کرد چه کار کنم مادر ببینه کار غریبی هم نیه دیگه چه کار کنم نه دیگه نه نقطه شما نتاکیسی من دیگه پول بگیر من اما اون روز برفتم به پیش رفیقا خوشیشته به زو میگم نه مریضه و من میگه البته باید گوش نمیدی که امدی به چی خاطر امدی حالا کم که برم بازم امیت خواهد گفت که چی میگه نمه همون در فکر نمیکنه که اگر مادر ما هستی مادر از او هم هستی همون تا نوجوانیه که تو سکو 20-25 روز ما در تو بمیدی پرته یک خبر نماد از تو نگیریم همون رفیقا بگو به درد تو بخوره نمیکنه مادر به حرف ما نمیکنه همون در فکر کنه کی پول داری هم 4 روزیه با ایمان تیر میشه چه کار شد مادر؟ حالی چیزی هم نداریم که ما به تعدی خونه ببرم بپروشم هر چی داشتیم بفروختیم دیگه چیزی هم مادر نیه که ما ببرم بپروشم ای برار چکار کنیم از دست تو؟ آنی مادر بالا تا کمای را که به پیشتم بیایم جواب من باز پس خود دی دیگه انیسه لالا رمضان تو بعد بالا چکار کردی؟ همیت خیلی همیو همیت پرته و میداد یا کرایه بگیره برا اصلا من حوصله همین همسایه ندارم شما این سیتی هم نداری تو در سوای دیگه اصلا سوال باشه طبق بالا احتیاجی هم شکر ندارم همین طبق بالا قال مخاله و همسایه میه اصلا خوش ندارم همین همسایه باشه سرگوش پر کرکر و بی کرکر داره همین دلیل چند پول میده که ما با بیده پول کرایه که با هم بده مصرف یک روز میشه سلام ها بابا سلام علیکم سلام والا خوبه بخیره سلام علیکم الله باشی خوبه بخیر خیلیت خوب هستی خیلی حالا خوبه بفرمایید چی بگم لالا چی بگم حبسته که نانه مریضه خود من وضعیت من خرابه دیگه هیچ کسی رو برابر نمیداره میگم برادر گوش کشید شما چی میگم این آدم برار مده یار امروز ساعت بخره دیر شد این آدم برار منه خوب بخیره این آدم برار منه 1 سال میشه مادر من ناجور هم خوب نمیفهم که ناجور یا دروغه فقط بمبونی ناجوری مادر من یک سری میای خرج خونه خور از من میستونه شما الان بزی بگین که من بزی چی بگم هفته 1 روز 10 روز 1 دفعه 20 روز 1 دفعه میای که نانه ناجوره طول بده که ما ببرم برا شما خودی کار وظیفی نداره من نمیفهم من میتا عام کردم که خود از خوب پیدا کنه نداره
که باز یک سره میای خنگیر به من میشه. اگه کار خوبی نیه اینو خود نواره شغل و وظیفی برار جو برو خرج کار کو زحمت کش خرج خونه خود پیدا کو به پیش برار خون نه یا که پول بده که من مادر خون میبرم دکتر من میفهم کمال این مادر شاید تا اختیار باشه همینه که برو رفیقات خبر ندارد خوب همین خبر ندارم که نانه 2 ماه ناجوره تو اگر بچی واقعی بودی میامدی تو خبر میگیری که تو عمل خبر نداری که نانه بچی حالاته نانه تا اختیاره تیار باشه مقصد همه باشه که تیار باشه داره رمضان اینا شما کلونتانا مگر شما نمیده یک وظیفه میدیشین که از را کلونتانا برار کلون میای به پیش برار خود که تو پول بده که من خرج خونه خور بکنم بیوازی که برا خود بره پیش برا کلون خیر نولو کار کو زحمت کششونه به او مثل من پیدا دیگه نمیام اما خوش باشی خودم این رفیقا خو ولی روزی باشه که مش نیفتی به سر خو بزنی گپ همین برار خورتو گوش نمیکنی که چی گوش کشم این جمال لولا هم بگیم بیرم نه خیر بینی خیر بینی این برو اینجا چه از تو آدمانیه خیر بینی خود تو خبر نداری نه ما اینجا از این نیه نه جوانی خیر بینیم چرا که ما دست ما خیلی آدم قریبیم چیزی نداریم خیر برو به فکر کار قریبی به خوب شو هر زمان تنها که نانه ناجور به من پول بده برو دیگه اگر مادر تام هسته دیگه هم بخدا میگم که اگر نانه بمورم دیگه تو خبر نمیکنم نمیمونه برو نه دروغ نگه کجا مریضه اصلا من خبر ندارم که مادر میره مادر نمیریز این 5-6 ماه میشه میای با بونین مریضی یک سر حتما پول میرسه همین داره بگیریفته هم ساعتگیری ما اومده ما هم نگاه به اینجا کجا بریم سانتا کروخ میره خود شما خیر بریم هم سانتا کروخ صحیحه چند تا دقیقه آمده بی دوستان بگیم رفیقات تایید همیشه فعاله والا همیشه شما فعاله تا عوض دست سر میتونی کار کنم رفیق هم گوشی بگم یک سر به دست ما باشه عکسایی که خودی هم گرفتیم سیل میکنم این هفته با خودش هم عکسایی بگیریم که بمون کوها که ایت به تاریخ بمونه خیر دیگه نه نگرم ببرم اینجا به تاکوچی خاکانه بشه تا مثل بیکا بشیرم اسفاد برای بگم اینا میفشم اینا بیبیم جوان بوده بیبیم داغ دیده اینا برادر بیاین بخرید که پول تدویو بشه اینجی خاکایه اونجی بشینم بزی کچی بیتره برادر بیاین فیلر بخرید شما بیبی نداره بیاین بخرید بیبی به جوون نوجوان داغ دیده رختای خیلی اضافه میرفشه هر زون میدیمی پیرن به 7000 پیرن به 4000 بیاین برادر این لباسا بیبی من مایا به خیر بموره بیاین برادر شاید هم نموره جوونه اینا لباسای برادر فروشیه اینا فروشیه فقط همون زباشه که من ببردم به تداوی به شفاخونه بردم تیار شد خیره تیار نشد میفشیم برادر بیاین که لیلامه رنگ به رنگ مدل به مدل زریدار بیاین برادر اینا لباسا بیبی من مایه بخیر خوشیم شاید که نموره شاید تیار بشه حالا به تا شفاخونه بیاین بخرین خیر بینیم نمی که ببر من مشی چری بفرشم 7 کیلو 7 سر ماما مال چیز داره آینه داره به جون خوبی های ماما تو چرا اینجا شده؟ چکار شد؟ لالا نولیلا بیبی مه تو اینا چرا آوردی به پیش خود؟ توی پیران زن من چرا برداشتی آوردی؟ پیران زن شما نی پیران بیبی نیه؟ بابا جان همین 2 هفته نمیشه که من خریدم همین عروسی این تو چرا برداشتی آوردی به تا کوچه؟ پیران بیبی گفتم بفرشم گفتن شما نگفتین که پول نداری که ببریم
چیه تداوی کنه؟ ما گفتیم پول نداریم که تو لباسا رو بدر کنی و کوچه بفروشی تو پول ما پیش همین همسایه‌ها کو پاک ببردی. ما دیگه با کوچه بعد بگم اینا گوش نموندم نمیتونم دوایی کنم. خب او اگه اون مال چکار این چی بکاره؟ این با برما میشه. خب با برد تو نمیشه اینا کو نمی آوردی با تا کوچه کو خونی مال شما ببینید تو چلی تا کارا میکنی تو از ما بپرسید می تا کارو کردی. چکار شو بیبی؟ بیبی حال خوب شده. بخی. حواسی بخی سر بخال تو لوکاچی هم شده سر گوتور بیام جای رای میکنم. برو پیش لالامت گدیون. بفهمیدی؟ بگو لالام سلام گفته بعد از سلام گفته 2000 پول بده. 2000 پول. بخی. اینا نمایم بفروشم. نه میبرم به خونه وقتی بعد میام سایه اگه ببینم ما پاک بیاب شده تیز برو وقت دیگه نه پیش ما. نه بخی بده زودی به خونه میای کار تیار شده بگو تیار شده بیبی برو خوبه بده بیدا خوب شد که من برسیدم اگه کار پاک بیاب شده بده ببین